الهی گوهر اصطفا در دامن آدم تو ریختی و گرد عصیان بر فرق ابلیس تو بیختی و این دو جنس مخالف را با هم آمیختی. از روی ادب اگر بد کردیم بر ما مگیر که گرد فتنه تو انگیختی. سلام دارم خدمت شما دوستان عزیزم با موضوع عرفان عملی و آیین خلوت از دیدگاه مرشدان و پیران سرشناس از جمله عبدالقادر گیلانی در خدمتتون هستیم با موضوع خواطر رحمانی و شیطانی. در رادیو عرفانی قاف کافه در خدمتتون هستیم. برای اینکه از ویدیوهای بعدی ما مطلع بشید فقط کافیه کانال رو سابسکرایب کنید و علامت زنگ رو هم بزنید. به محض اینکه ویدیوهای جدیدی منتشر بشه متوجه میشید و میتونید تشریف بیارید و اون رو ببینید. مرید در خلوتش که هست یک سری شهودات و سماعات رو استشهاد میکنه، یعنی یک چیزهایی رو در ذهن خودش دریافت میکنه که میتونه راهگشاش باشه به سوی مرتبه بعدی سلوکش و میتونه گمراه کنندش باشه. به اینها خواطر میگن که حالا مفصلتر در موردشون صحبت میکنیم. مشکل اینجاست که مرید نمیتونه بین افکار خیالی و توهمات و خواطری که از طرف شیطان اومده یا الهامات الهی و حقیقی خداوندی هستند و از طرف ملائکه اومدن در قلب خودش فرق بذاره و اونها رو تشخیص بده، چرا که تمام مشابهات حقایق الهی توسط شیطان امکان بازسازی و شبیه سازی دارند. از همین جهت در دنیای امروز امکان شبیه سازی انسان و موجودات هم صورت گرفته. در واقع به همین جهت کشورهای پیشرفته جهان اول در علوم غریبه و متافیزیک ید طولایی پیدا کردند. از نظر جناب ملا صدرا خواطر نقش پیام رو بازی میکنن که هر خاطر 3 جزء اصلی داره: فرستنده پیام، محتوای پیام، گیرنده پیام. بر حسب اینکه خاطر یا خطور کننده ذهنی در چه قالبی و موقعیتی قرار گرفته باشه، نوع دریافت خاطر که جمع اون خواطر هست متفاوت میشه. خاطر یا وارده شهودی یا رحمانی هست یا شیطانی هست. عوامل دریافت خاطر هم 2 دسته هستن: عوامل دریافت خاطر رحمانی که تحت عنوان توفیق از اونها یاد میشه و عوامل الهی دریافت خاطر شیطانی که خذلان و وسوسه نامیده میشن. این دسته اول عوامل بود. دسته دوم عوامل انسانی دارند که منظور رفتار و اعمال فرد هست که بر اساس عقل و عوامل محیطی انسانی فرد رو مستعد پذیرش خواطر رحمانی میکنه و اگر بر اساس شهوت و وهم باشن نفس انسان رو آماده پذیرش خاطر شیطانی میکنه. که اینو تذکر بدم که وقتی میگیم شهوت منظور فقط عامل جنسی نیست که اینجوری که مصطلح هست توی جامعه ایرانی، منظور این نیست. شهوت کلاً امیالی هست که با نفس انسان سر و کار داره و اخلاقیات رو تحت تاثیر قرار میده. خاطر رحمانی چی هست؟ پیامی هست که از طرف فرشته و ملائک فرستاده میشه و برای نوع عادی بشر تحت عنوان الهام شناخته میشه. خاصیت الهام رحمانی اینه که انسان رو به سمت خیر و نیک راهنمایی میکنه و بر اساس مرتبه عقلانی فرد با ملائکه ارتباط برقرار میشه. اما خاطر شیطانی پیامی هست که از طرف شیطان فرستاده میشه و از اونجایی که شیطان کاملا توانایی‌های بازسازی جنبه‌های الهی رو داره، اما در مسیر غیر الهی، اینه که این خواطر شیطانی شبیه رحمانی هستن و شبه رحمانی محسوب میشن. اما انسان با جنبه سافل و وهمی خودش اونها رو از شیطان در قالب‌های ظواهر پسندیده و الهی دریافت میکنه. علمای عرفان میگن که به صورت بالقوه انسان مستعد هر دو صورت رحمانی و شیطانی به صورت مساوی هست
اما اینکه کدوم در انسان ظهور کرده باشه، دریافت شده باشه، بسته به نیت‌ها و اعمال فرد داره. اینکه بتونه تشخیص بده کدومشون واردش شدن بسیار بسیار کار دشواری هست و فقط اولیاء تزکیه شده که راه رو طی کردن، این مسیرها رو دیدن، در مقامات عالیه سلوک امکان این تشخیص رو دارن. اونها روحشون و ابعاد غیر فیزیکی وجودشون مقیم اون طرف جسم هست، یعنی در عالم مثال، در عالم روح و در عوالم مافوق اون مقیم هست. اینه که براشون حتی بیشتر از این دنیای مادی قابل کنترل و دیدن و شهود و استماع هست و به همین جهت هست که میتونن باطن ماها رو هم خیلی راحت ببینن. وقتی فرد در دام شهوت‌ها و میل‌های و نیازهای دنیایی میفته، مثل قدرت، ثروت، آسایش و انواع لذت‌ها، بر اساس اقتضا و همسنخی قوه شهوت و غضب با شیطان فرصت پیدا میکنه که وارد قلب فرد بشه و به سرعت تکثیر پیدا میکنه، چون تکثیر از خواص دنیا هست و تحت سلطه و سلطنت شیطان هست و تو این کار کاملا وارد هست. به همین جهت یه وسوسه به دنبال خودش وسوسه بعدی رو میاره و دور تسلسل امیال و آرزوها. امروز ماشین میخوام، فردا میخوام مدل داخل ماشینم رو عوض کنم، باب طبعم کنم، پس فردا میخوام دل فلان چیزشو بالا ببرم و اینا میشن مشغله های ما در این دنیا. هیچ ضرورتی هم وجودشون نداره، اما پیدا کردن پول اینا و فرصتی که براشون داریم صرف میکنیم همه ما رو از حقیقت الهی و مسیر سلوکمون باز میکنه و خودشون حجاب‌هایی هستن بین ما و روح ما و خدای ما و اسم اسمائی ما و از آثار اونها تقویت وهمیات و خیالات و اخلاق فاسده و بدخواهی ها نسبت به دیگران و امثال اینها هست که البته این وهم و خیالات اساس مرتبه سلوکی افراد رو به هم میریزه و اینه که مراتبشون با همدیگه متفاوت میشه و هر کسی دریافتش در یک مرحله متفاوت با کسی دیگه هست. باید بدونیم که شیطان مثل خون در کل بدن انسان جاری هست و قوه‌های واهمه، غضبیه و شهویه رو تحریک میکنه، مثل هوا در بادکنک. اگر بخوای همچنان بادکنک پرباد و بزرگ بمونه اما بدون این هوای داخلش چاره‌ای نداری و مجبوری که از چیز دیگه‌ای برای پر کردنش استفاده بکنی تا این حجم بادکنک پابرجا بمونه و از ماهیتش و ماهیت بادکنک بودنش نیفته. دل انسان هم همینطور هست. اگر اون رو به یاد خداوند و خیرات و کارهای نیک مشغول بکنی، جای شیطان و ایادی شیطان و ذریه شیطان پر میشه و چون نور در دل قرار میگیره راه نفوذ اینها بسته میشه. در غیر این صورت از شیطان پر میشه و جایی برای خداوند و نور الهی و الهامات اونها باقی نمیمونه. این ما هستیم که اینجا انتخاب میکنیم. انسان جویای حقیقت و طالب حقیقتی که بخواد از سلطه و سلطنت دنیایی شیطان نجات پیدا کنه باید در تزکیه و پاک کردن و تصفیه درون و برون خودش از دنیای پیرامون نهایت تلاشش رو بکنه و به خلوت بره. حالا تازه وقتی که موفق میشه از این عالم جسمانی پر از نیاز و آرزو دل بکنه و خلاص بشه، به عالم مثال و برزخ که عالم کسرات نفسانیه هست وارد میشه.
اونجا هم پر هست از موجودات و توهمات خیالیه و نفسانیه که نتیجه حضورش در این عالم کسرات خارجیه بوده، یعنی همین دنیای مادی و جسمانی که تا حالا درگیرش بود و حالا تونسته ترکش بکنه و ازش دل بکنه، اما سایه‌هاش اون طرف همچنان به صورت قوی و قوی‌تر مزاحمش هستند. این دفعه کار سخت‌تر هست و شیطان عواملش صورت قوی‌تر در خلوت و جلوت همراهیش میکنن. اینجا حملات خواطر بسیار سخت‌تر و ظریف‌تر و حتی گاهی غیر قابل تشخیص و کنترل هست و تلاش سالک برای دور شدن از اونها شیطان و ایادیش رو غضبناک میکنه و آسیب‌های سختی به فرد از طریق جسم خودش یا اطرافیانش یا حوادثی که برای خودش و اطرافیانش رخ میده بهشون وارد میکنه تا مشغولیت براش ایجاد بکنه و سالک رو از راه منحرف بکنه. بعضی از انواع خواطر ظاهراً خفیف هستند اما آثار سلوکی و انحرافی و قطع کردن سالک از مسیر رو به صورت شدید نشون میدن، به نحوی که سالک نمیفهمه چطوری قطع شد و جدا شد. اینی که باید کاملا در هر آن و هر لحظه هوشیار و مراقب باشه و اینجاست که مراقبت به معنی واقعیش معنی پیدا میکنه و فرد باید دائم المراقبه باشه و هر لحظه با دقت به نفی خواطر اقدام کنه. نفی خواطر سکوت و خاموشی دل و صمت هست، یعنی باید لب باز نکنه مگر به اراده خدا و هیچ حرکتی نکنه مگر به اراده خدا، هیچ تصمیمی نگیره مگر به اراده خدا. این مرحله بسیار سخت هست که اگر کسی بتونه طیش بکنه بزرگترین تطهیر و تسخیر کننده های درون نصیبش میشه و به عنوان فردی هست که پیروز در این مجاهده و سربلند بیرون اومده. بعضی از مرشدان و مشایخ طریقت ها نفی خواطر رو تنها با ذکر امکان پذیر میدونن که البته حتما در اشتباه هستن، چرا که شیطان به عالم اذکار هم نفوذ میکنه و فردی که هنوز مسلط به عالم باطنش نشده نمیتونه از بالا به اون مرتبه و مرحله نظر بکنه و در تلبیس‌های رنگین و شبیه سازی شده شیطان گم میشه. سالک در این مرحله باید فرمانده کاربلدی داشته باشه تا با شمشیر بران و زهرآلود این مار هزار سر شیطان رو از هر طرف که تصمیم گرفت سر بیاره از قبل اون رو شناسایی کرده باشه و بلافاصله با چشمان تیزبینش بهش حمله بکنه و ضربه کاری بهش بزنه و سالک جهادگر رو فرماندهی و یاری بکنه. قطع این مرحله بی همراهی خضر مکن، ظلمات است بترس از خطر گمراهی. پس باید به استاد و راهنمای الهی متوسل بشه، همونی که مولانا در داستان کنیزک در دفتر اول تحت عنوان طبیب الهی مطرح میکنه. نه استادی که با الفاظ و ظواهر کار داره و از معنا و باطن بیخبره، بلکه راهنمایی وارسته دور از شهوات و امیال و نیازها که صاحب عقل الهی هست و مسلح به حکمت و علم لدنی هست. اگر با همت پیر و مرشد و مقاومت و مجاهدت شکست ناپذیر سالک موفق به طی این مرحله بشه، انشالله ینابیع حکمت، یعنی چشمه ها و سرچشمه های حکمت الهی به سوی قلب و وجودش باز میشه و مشمول عند ربهم یرزقون خواهد شد. اما این همراهی فرمانده باطنی هم شرطی داره. شرطش این هست که سالک خودش رو تمام و کمال در اختیار مرشد حقیقی قرار بده، مثل مرده‌ای که در دستان غسال شستشو میشه. هر طور که بخواد اون رو روی سنگ غسال خونه به هر طرف که بخواد میندازه و هر طور که لازم باشه اون رو غسل میکنه و شستشو میده، بدون اینکه
اون مرده و اون جنازه هیچ اعتراض یا امکان اعتراضی داشته باشه. ولی که این روزها همه باش آشنا هستین، مثال جناب مولانا و جناب شمس تبریزی هست که ظرف 1 سال و 2 ماهی که جناب شمس تبریزی مولانا رو شستشوی کامل داد و مولانا کاملا متحول و متغیر شد، این بود که مقاومت نکرد و به ندای درونش پاسخ داد و بعد از رسیدن به مرشد حقیقی و پیک حضرت حق خودش رو در بست در اختیار جناب شمس گذاشت و هیچ اعتراضی به هیچ کدوم از دستورات ایشون نکرد. این بود که تحول و تکاملش سرعت گرفت و ظرف همین 1 سال و اندی تمام اون چه که باید واقع می شد واقع شد و چشمه های حکمت الهی به روی مولانا باز شد. در غیر این صورت با اولین نه گفتن یا مخالفت کردن یا سوال کردن یا اعتراض کردن مولانا، جناب شمس راهش رو می گرفت و می رفت، چون مولانا سقوط کرده بود و دیگه فایده‌ای نداشت که بخواد وقتش رو صرف بکنه و حتی امکان انتقال اسرار الهی هم بهش ممکن نمیشد. وقتی سالک به این مرحله میرسه، روزیش رو از حکمت و علم الهی میره و تناول میکنه. همونطور که حضرت مریم در تمثیل میوه ها و خرما خوردنش در هنگام روزه هاش که در قرآن ذکر کرده، از این چشمه های حکمت و علم الهی تناول میکنه و اون رو به جنین خودش و نوزاد خودش حضرت عیسی مسیح منتقل میکنه. یا جناب سهروردی که مشهور هست نورخوار بود، باز به همین ترتیب هست. نتیجه این سلوک و رسیدن به این مقام میشه کل شیء هالک الا وجهه. از اونجایی که مظهر هر چیز وجه اون هست، عارف و سالک وارسته‌ای در چنین مرحله‌ای که تهی شده از دنیا، مظهر و وجه خداوند میشه و در نتیجه از جمله چیزهایی هست که باقی میمونه و بقا پیدا میکنه و هالک نمیشه. جناب عبدالقادر گیلانی در مورد این مرحله از سلوک و پیری که خودت رو بهش بسپاری و مسیری که بری عباراتی داره که من اینجا عیناً اونها رو خدمتتون میخونم. مگو ای دوست این فرد در این زمان کجاست؟ آنها در هر وقت و زمانی نه افزون می شوند و نه کاهش می یابند تا هنگام ظهور خاتمشان، یعنی خاتم ولایت محمد المهدی رضی الله عنه. پس هر کس بکوشد می یابد. هرگاه بکوشی و مشتاق سیر و سلوک راه خدا شوی و به اهلش بپیوندی، همچون اشتیاق تشنه به آب و مادر به فرزند، آن را به خیش از خودت نزدیکتر می‌بینی. اگر در راه طلب صادق باشی، خداوند آن را بر تو آسان می‌نماید و دستیابی به آن بر تو دشوار نیست. پس مبادا فریب سخن شیطان را خوری که گوید تو را با این راه چه کار؟ اکنون مردان این طریق مرده اند و از آنها جز عبادتی بر جای نمانده است. آنگاه سبب ترک سعی و تلاش تو خواهد شد. سخن ابلیس که لعنت خدا بر او باد گوش فرا می‌دهی و هر کس به او گوش فرا دهد همتش سرد می شود و عزمش سست می گردد. مجاهده را کنار می گذارد و پیرو تناسانی می گردد و از پی شبهات و شکیات و سوالات می رود. آنگاه قلبش تاریک می شود و او را به کارهای حرام می کشاند. او دوست شیطان رانده شده می گردد و با هلاک یافتگان به هلاکت می افتد. برای اینکه از ویدیوهای بعدی ما مطلع بشید فقط کافیه کانال رو سابسکرایب کنید و علامت زنگ رو هم بزنید.
سعیمون برای این بود که این جلسه رو خلاصه کنیم، اما متاسفانه طولانی شد. شما ما رو ببخشید. انشالله در جلسه آینده هم باز به ادامه آداب خلوت خواهیم پرداخت. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. سابسکرایب، لایک و زنگوله رو فراموش نکنید. خدا نگهدار.